عرض ادب خدمت دوستان عزیز. روز 13 بدر اومدیم در طرف سمت ملارد. دوستان که آوازی نداره بریم یک گزارش بگیریم که چطور آب این شخص سرده یا نیه. کربلای صاحب سلام علیکم. آقای نبیزاده سلام علیکم. خوبی؟ کجا آمدین؟ آمدیم بخیر دیگه تعطیلات آمدیم. خب امروز روز 13 بدر. 13 بدر به 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 به. بالاخره با بچه‌ها 13 بدر میگذرونی دیگه؟ آره ان شاء الله. حالا بچه‌ها هم می‌بینید به حضور اینجا هم دیگه آب آمدن که اینجا تفریح کنن. اینم بیادر ما سلام می‌کنیم به خوبی. سلامت جان تجار بخیر سلامتی. ها چیز کن مال بور کن خب ایداری بگیر ایداری که میخواد داخل آب بیش که از دایی رو بگیرم. سلام علیکم دایی جان جور بخیر سلامتی. او چطور او استخ؟ یخه استخ هم که در طول 3 متر عمق داره. علی رضا چطوره؟ جور بخیر. او تو نمیندازی خوده؟ میندازیم. یک نفر قریب غرق شد. اوه ایدری چکار نی؟ نفس تنگ میمد پایت رسته؟ نه وای نه برسه او خیلی گوده. دایی سلام علیکم جور تازه بخیر الاول خوبه بخیری؟ او 13 بدر هم ده؟ فضل خدا الحمدلله. چیزی گفتنی داره؟ نه تشکر. نه پرتک کو تو چند متره؟ 3 متر باش کن. اون کشه 3 متره. آقای نبیزاده همین باغ گزارش بدی. حالا این باغ همین می‌بینید با این محیطی دلنشینی که داره باغ خیلی خوبیه. این هم یکی از فامیلای ما در حقیقت یکی از پیشای ما اینجا نگهبان خانه آقای بعد بیادر من خانه‌ش همینجا. آره بیادر من خانه‌ش همینجا. فعلا مستقر دیگه ما هم که آمدیم دیگه کنار دستش واه واه آباز اصلیه. آباز اصلی. دوستان عزیزی باغ را شما رو نشون بدیم. به چه گلای چه جایی هستن. واقعا دوستای عزیز یک جای دیدنی بسیار یک جای شیکه. امروز تشریف آوردیم در خانه آقا ظفر پسرعموی من که اینجا سکونت دارد در همین باغ
بسیار یک جای زیبایه، یک جای دیدنیه. تشکر و بخیر باشین، زنده باشین، خدا نگهدار.